احمد! خدا لعنتت کنه مالک، با یه آدم شناختنت. بالاخره یه آدم ریاکار چهره واقعی خود نشان داد. چی شده؟ احمد میگی؟ تو چرا تا یه وقت روز خو هستی؟ دکاندار همین وقت از خو میخیزه؟ تمام خانواده بابت کارایی کردی ازت تشکری میکنن و یه مبلغ ناچیز به عنوان تحفه برات تقدیم میکنن.